راز حلیم بادمجونای خوشمزه مامانم امروز میخوام براتون بگم که برای مهمونیای عید و ماه رمضان میشه پای ثابت سفره هاتون. این دستور حلیم بادمجونو خیلی سال پیش من از مامانم یاد گرفتم. تو این سالا یعنی هر کی مهمون اومد خونمون یه بار براش درست کردیم، ازم قول گرفت که دفعه بعد حتما براش درست کنیم. یعنی هر چقدر از خوشمزگیش تعریف کنم کم گفتم. درست کردنش هم خیلی راحت و آسون و بی دردسره. یه چند قلم مواد میخواد که تمام فوت و فن و نکاتش رو میخوام امروز براتون تو این ویدیو بذارم. اول از همه گوشت، پیاز، برگ بو و آب رو میذاریم که با هم دیگه یه چند ساعتی معاشرت کنن و گوشت بپزه. نیازی نیست که به گوشتتون نمک اضافه کنید، ولی نکته مهمش اینه که گوشتتون حتما یه مقداری چربی داشته باشه، حتما یه مقداری استخون داشته باشه، چون گوشتی که استخون داشته باشه و چربی داشته باشه برای این غذاها خیلی طعم بهتر و لذیذتری میده، مثل گوشت آبگوشتی بچه‌ها که نمیتونیم هر گوشتی برای آبگوشت استفاده کنیم. برای اینکه اون طعم لذیذ و خوشایند رو داشته باشیم یه مقدار استخون داشته باشه، یه مقدار چربی داشته باشه که طعم لذیذتری رو در نهایت داشته باشیم. برای این مقدار گوشت ما 1 لیوان عدس احتیاج داریم. عدس رو حتما تمیزش کنید، سنگاش رو جدا کنید، آشغالایی که توش هست رو جدا کنید و بعد با آب خیسش بدین. بچه‌ها شما میتونید هم از عدس ریز استفاده کنید هم از همین عدس‌های درشت. حالا عدس ریز خوشمزه تره، اما برای عدسی یا عدس پلو از عدس ریز حتما استفاده کنید که خوشمزه تره. اما چون این عدسش در نهایت له میشه و کوبیده میشه، همین عدس درشت هم میتونید استفاده کنید. عدس رو میشوریم، یکم خیسش میدیم و بعد میذاریم که بپزه. برنجم بچه‌ها نصف مقدار عدس یا حتی 1/3 مقدار عدس باشه خوشمزه تر میشه، چون برنج خیلی زیاد بشه طعم برنج میگیره و طعمش خوب نمیشه. اینقدر این حلیم بادمجون رو با اندازه های مختلف درست کردم، یعنی اندازه ها اون طعمش دستم اومده. اگه برنج رو زیاد بریزید اصلا طعم خوبی نمیگیره. نهایتا نصف یا 1/3 مقدار عدستون باشه که با میزان گوشتتون همخونی داشته باشه. یعنی اگر اندازه‌هاتون رو 2 برابر کردین، گوشت، پیاز، همه موادتون رو 2 برابر کنید. عدس و برنج رو چند بار میشوریم، آب سطحش که شفاف شد کم خیسش میدیم و کنار میذاریم. پیاز رو هم درشت و خلالی خردش میکنیم با یه مقدار روغن و زردچوبه، یه کوچولو آبم بریزید که پیازتون سبک و طلایی بشه. اواسط پخت به گوشتتون هم یه سری بزنید که آب گوشتتون نسوزه، چون ما به این آب گوشت نیاز داریم، نمیخوایم بذاریم آب گوشت کامل تبخیر بشه. گوشت باید کامل بپزه و آب گوشت یه مقداری باقی بمونه. پیازمون که سبک شد 4 حب سیر ریز خوردش میکنیم، به این پیازی که در حال تفت خوردن هست اضافه میکنیم که سیرم یه بوی خوبی ازش بلند بشه. مراقب باشین که سیرتون نسوزه. دوستای عزیزم ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و خوشحال میشم که با لایکاتون بهم انرژی و دلگرمی بیشتر برای ضبط محتواهای بهتری رو میدید. وقتی شما ویدیو رو لایک میکنید اینجوری تعداد افراد بیشتری میتونن این ویدیو رو ببینن و به تعداد بیشتری نشون داده میشه. ممنون که این کانال منو سابسکرایب میکنید. کنار دکمه سابسکرایب دکمه زنگوله هم حتما بزنید که تمام پست‌ها سریع براتون نشون داده بشه. مرسی از همتون. حالا اینجا عدس و برنجی رو که خیس داده بودیم به پیاز و سیری که تفت دادیم اضافه میکنیم. دقت کنید به این نکته مهم که آب زیاد نریزید، چون این آب اگر زیاد باشه بعد حلیم بادمجونتون شل میشه و در نهایت کارتون سخت میشه. پس آب را همون ابتدا کم بریزید، در حدی که عدس و برنج نیم پز بشه کفایت میکنه. درشو بذارید با حرارت ملایم تا آبش کامل تبخیر بشه. مراقب باشید که ته نگیره، فقط مدام بهش سر بزنید و همش بزنید. ببینید در این حد که شد، یعنی عدس و برنج تقریبا نیم پز شدن، پخته تقریبا دیگه. حالا یه کوچولو نیم پز هم شده بود مشکلی نداره، آبش کامل تبخیر بشه. حالا گوشتمون هم که دیگه تقریبا پخته، آب گوشت رو جدا میکنید، از صافی رد میکنید و آب گوشت رو به مواد حلیم بادمجون اضافه میکنیم. برای همین توی گوشتمون آب بیشتری ریختیم که به این آب گوشتمون احتیاج داشتیم که وارد غذا میکنیم که طعم بهتری بگیره.
نکته مهمش اینه که بچه‌ها حتما دقت کنید. من اینجا با گوشت‌کوب برقی هم زدم ولی چند تا پالس کوتاه کافیه، نبایستی پوره کنید. یعنی بهترین که با گوشت‌کوب دستی بکوبید که خیلی پوره نشه، ولی اگر با گوشت‌کوب برقی مثل من خواستید بکوبید که چند تا پالس کوتاه بزنید که خیلی موادتون نرم و پوره نمیخوایم بشه. این خیلی مهمه که موادتون شل نشه. بعد نمک و فلفلش رو میزون کنید و حالا گوشتایی که پخته شده رو از استخوان جدا کنید. گوشت رو بایستی ریش ریشش کنیم و یه نکته مهم که گوشت رو هم با گوشت‌کوب برقی نکوبید. این ریش ریش شدن خیلی مهمه. بعد گوشت رو لط بزنیم، یه مقداری از مواد حلیم به گوشتون اضافه کنید، بعد با گوشت‌کوب بکوبید. این کار باعث میشه که حلیمتون کشدار بشه و این خیلی خیلی مهمه. دوستای عزیزم، همونجوری که دیدید یه مقداری از مواد حلیم رو به گوشت اضافه کردم، با گوشت‌کوب کوبیدم تا به این حالت برسیم، یعنی این حالت کشدار شدن رو به وجود میاره. دقت کنید که مواد حلیمتون نبستی شل باشه، بعد به همین غلظت که میبینید باشه. دوستای عزیزم، ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشم که با لایکاتون بهم انرژی بدید. با سابسکرایب و روشن کردن زنگوله میتونید خیلی سریع از تمام آموزش های کانالمون مطلع بشید و اونا رو ببینید. پس اگه یادتون رفته دکمه زنگوله رو حتما روشن کنیم. حالا اینجا میریم سراغ بادمجونمون. بادمجونا رو پوست میگیریم و از وسط نصفشون میکنیم و داخل آب و نمک میذاریم. یه 2-3 ساعت داخل آب و نمک بذارید که تلخی یا زهرشون گرفته بشه و بعد با روغن فراوون اینا رو سرخشون کنید. حتما بچه‌ها برای سرخ کردن بادمجون روغن زیاد بریزید، چون باعث میشه که جذب روغنش کمتر باشه. اگر روغن کم بریزید نتیجه عکس داره، یعنی بیشتر روغن میخوره. یه بار این کار امتحان کنید. بازم خوشحال میشم که تجربیاتتون رو برای من بنویسید. بعضیا به بادمجون سفیده تخم مرغ میزنن. این کارم من امتحان کردم، باعث میشه که جذب روغنش کم بشه، ولی با این روش خیلی خوشمزه تر میشه. حالا بادمجونایی که سرخشون کردیم حالا لازم نیست خیلی سرخ بشه، یه نیمچه سرخ هم بشه کافیه. داخل حلیم بادمجونمون میریزیم. دقت کنید که درشو بذارید و اجازه بدید که یکم که بپزه بادمجون خودشون وا میره. بعد با یه چنگال اونها رو ریش ریشش کنید. اصلا با گوشت‌کوب هم نزنید، چون این ریش ریش شدنه و کشدار شدنه خیلی مهمه که در نهایت یه حلیم بادمجون خیلی جذابی رو خواهید داشت. حلیم بادمجون از اون غذاهاییه که سریع ته میگیره، بنابراین وقتی به این غلظت رسید شما باید مدام همش بزنید که ته نگیره و از طرف اینکه حرارتتون هم خیلی بایستی کم باشه. حرارت رو بیارید بالا، شروع میکنه به غل زدن و باعث میشه که شل بشه. حالا اینجا یه نعنا داغ درست میکنید، یه مقدار روغن بریزید، نعنا رو بریزید روش، یه مقدار زردچوبه بهش اضافه کنید. مراقب باشید که نعنا نسوزه. عطر خوبی که بلند شد 2-3 دقیقه گرم شد کفایت میکنه. نعنا داغ بهش اضافه کنید که خیلی خوشمزه و خوش عطرش میکنه. اصلا این غذا نعنا داغ و سیر داغ و پیاز داغ میطلبه. یه مقدار از پیاز داغی که سرخش کرده بودیم همون اول کار میتونید بردارید کنار بذارید، برای تزیین روی کارتون ازش استفاده کنیم. بچه‌ها نگم براتون که چقدر این حلیم بادمجون خوشمزه و لذیذه. یعنی هر کی یک بار اینو بخوره بهتون میگه بازم براش درست کنید. اینقدر که این غذا خوشمزه است. برای ماه رمضان، برای مهمونیاتون کنار غذاهاتون، اصلا این یه غذای پرطرفداریه برای مهمونیا. خلاصه که پیشنهاد میکنم حتما درستش کنید. من که خودم خیلی دوستش دارم. در نهایت بچه‌ها این غذا رو حتما بایستی با کشک سروش کنید. هم با کشک تزیینش کنید، هم با کشک سروش کنید. یعنی این غذا کشک میطلبه. بهش کشک اضافه کنید، نعنا داغ و پیاز داغ. این غذا نونیه، با نون میتونید سروش کنید یا همجور خالی میل کنید. نوش جون همگیتون. خیلی خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید.
یعنی اگر مهمون داشته باشین اینو یه بار براش درست کنید، بهتون قول میدم ازتون دستورشو که میخواد هیچی ازتون قول میگیره هر بار براش اینو درست کنید. اینقدر که لذیذ و خوشمزه است، همه عاشقش میشن.